سلام دوستان، ما امروز اومدیم با پود آموزش ساخت پود فلش پود آلومینیوم. این زیاد استفاده نمی‌کنم چون با این تست کردم خوب در نیومد، بیشتر از این زدم. بذار من قاشق بیارم بهتون نشون بدم. اکلیل نقره مات ما از این استفاده کردیم چون با این تست قوی تره. اول رقم واسه تهیه 10 گرمش اینم که با اینم گوگل زرد دیگه، اینم که توش باید بزنین. حالا من واسه این 50 اینو به ترازوام بیارم. پنجاه و 3 من ضرب کردم 8 7 میشه 56 تا. حالا ما 2 گرم میزدیم اشکال نداره. حساب کردم واسه 7 گرم وقتی که ما با 2 گرم اکتیل بزنیم حساب کردم 16 گرم اکتیل میشه. یعنی ظرف 13 گرم ظرفشه. 16 گرم اکتیل 12 گرم اکتیل زدم. یک 6 گرمش چیزی 4 گرمش از این پودر آلومینیوم زدم چون میگم جرقم بزنه و اینکه 8 گرم هم گوگل میخواد. خب بریم برای قاطی. ابتدا گوگل حسابی باید خوردش کنی، یعنی چی؟ ها گوله‌ای توش هست. ما بریم این گوگل رو یکم نگاه کنید، گوله‌ای توش هست. اگه دقت کنید می‌بینید گوله‌ای نباید خورد شه، چون موقع قاطی کردن اکلیل میاد وسط، سخت قاطی کردن. همین هم زدن و خورد کردنش. مثلا من برم با این ورقاشو کنم، این ورقش من باش پیدا همین پرمنگن رو خورد کنم. بعد حواستون باشه پرمنگن خیلی خطرناکه، یعنی اگه به دستتون چشتون بزنید چشتون یهو بنفش میشه. اوه لیوان تایی زد بیرون به دلیل خنده ها. ما این دقیقه استوب کردیم فیلمو. خب گفتم که اول همین پرمنگناتمون رو میریم. البته پرمنگن یادتون باشه که پرمنگن مثل همین گوگل خیلی داره درشته. منش دو کاشی نشون میدم. مثلا من قشنگ کوبیدم ایدن قاشق نارنجی شده واسه همونه. یه بو بدی میده که تایگل شیرین میشه. نمیدونم واسه من صمیمم میشد باشه. بعد حتما ماسک بزنید، خیلی بده. یه بو تایگل شیرین میشه، نمیدونم چی داره توش، ولی میدونم اکسید. تا جایی که میدونم هر چیز اکسید خطرناک و سمیه. حتما ماسک بزنید. بازم ببخشید خندمون گرفت. قشنگ هم بزنید، رنگ بنفشش که رفت میتونین اکلیل رو اضافه بکنید. بعد تا جایی هم که میتونین اصلا براق نزنید بهتون. اکلیل براق واقعا به درد نمیخوره. من خودم تست کردم و ویدیوهای قبلی 1 سال پیش هم ببینید داخل آپارات گذاشتم اکلیل براق زدم. یکم قاطی شده رنگ بنفشش بره کافیه. اکلیل هم آروم بریزید. پودر آلومینیوم هم دل بخواهی، یعنی میتونین بزنید میتونین هم نزنید. اکلیل هرچی مات‌تر قوی مات کلا اصلا اکلیل قویه. یعنی پودر آلومینیوم دیده بشه بهتون نشون بدم پایینه. این پودر آلومینیوم ما زدم اول ویدیو های مشاهده میکردیم. این ترکیب قشنگ واسه فلش بود اکلیل سانج نیست. قشنگ باید ترکیبش کنید و هیچ وقت فلش بود قاطی شده تو هاونگ یا چیزی نریزید بکوبید، چون باعث انفجار میشه. بخارم داره. قاشق فلزی و واسه اکلیل سانج هم چرت برسن. این اکلیل سانج با استکاک نمیترشه. این بهتون بگن در جریان باشین. حرف 4 تا آدم تو چیز گوش ندید. من امتحان تستاشون هم میذارم که اکلیل سانج با چه فشارهایی میترکه. من قاشق رو عوض کنین. قاشق راحت تره یکم. تباد بکشه بیرون رو سنگین تر. اکلیل سبک میاد بالا. فکر کنم ترکیب شد دیگه. ناخالصی نمیدونم. آبی دیده میشه انگار اکلیل داخله. ماته ولی فکر میکنین آبیه. ولی حالا تا جایی که همتون ویدیو نمیخوام خیلی طولانی بشه 6 دقیقه قطعش میکنم. ولی چون نمیخوام خیلی گلو میزنه چی داره توش. گلو رو اذیت میکنه. مگر خیلی پودر میشه اینجوری ها. اولش اینجوری نبود. پودرش کنیم بخارش بلند میشد. بعد من دستم پرمنگنتی بود، دستم دستچی میریخ بنفش میشد. اینقدر دانشویزی دیده نمیشه. برای این تو گلو میره، یعنی
این نمونه فقط با پودر آلومینیوم بود، خوب نگرفت. اینم همینطور، اینم اکریلیک هم توی زدیم، ولی این جدا درست کردیم. اکریل اصلا پودر آلومینیوم نزدیم و گوگرد و چیز. این خیلی خوبه. توجه داشته باشید رنگش باید بیاد جلو. توجه داشته باشید رنگش باید اینجوری در بیاد. گچی سیمانی، گچی هم نه، سیاهی توش نباشه. الان میبینم تست میکنیم. الان از این موادمونم خیلی مقدار خیلی کم میریزم چون هم بوی زننده ای داره، بعدم میاد خودم فندکم بگیرم. بریم بزنیم. چشاتون هم خیلی بد میزنه، دقت کردین؟ خیلی بد بود. چشم الان زد، همه گوشی رو خوب نمیبینم، کجا رو استاپ کنم کجا رو باز کنم. اگه دقت کنید شما میبینید ولی من نمیبینم. قشنگ اینم قشنگ چیز کرد دیگه. هم ردشو بگیر. دیدید گچی میزنه. از چون پودر آلومینیوم ریختم اینجوری شده. چون اینی که من گفتم فقط الان نمیدونم کدوم بود، این فقط اکریل بود توش پودر آلومینیوم کم جرقه بزنه، کم خوشگلش کنه. خیلی کم زیادم نزنید. و همینطور اصلا نیاز به هیچ لایکی ندارم من. همین که شما میبینید برای من بسیار عالی و خوب است. من همین میخوام ویدیوهای من نگاه کنید، کانال من بره بالا. نرفتم اشکال نداره ولی بره بالا واسه اینه که همه ببینن، معرفیشه. و اینم یه فلش هم بزنم من. این هم شد بود فلشمون. واسه خندای زیاد واقعا معذرت میخوام، آخرام شوخی بود باشه. بلند میشه میبینید دیگه اکلیش میاد بالا. این هم شد پود فلشمون. خدا نگهدار.